ادامه گفتار رامن زنان سبزبهار شاعر و نویسنده دلآگاه گل رخسار. گفتاری چهارم. زیبا رهاره سخنان پست و بلند خوش‌دامنش را در دل تحلیل می کرد. اصلا نرم و خوشگب نبود کمپیر، اما بعد به جنگ رفتن پسرش بی‌حد بدگمان شد. هر وقتی که کار افتادگان به درش آمده رئیس را پرسان می شدند، خود را یا به خانه می زد یا آب کوزه را ریزانده سوی جویبار می دوید. تاب و طاقت صحبت رئیس و کار افتادگان را نداشت. کمپیر مادرانه رشک می کرد. بار اول زیبا مشک را سوار شده نزد 10 مرده ها رفت و برگشت کمپیر را بیمار یافت. مرزیه نزد مهمان های عروسش هیچ دسترخوان پهن نمی کرد، بلکه می نالید که از باز این دختر رئیس شده است، نان خوردن ندارند. از ناعتبرایی عروسش می نالید. بچه او زینارا و اداره‌زی بود. می گفت با آوازی بلند: در دنیا دیگر آدم نبود که زنک را به جای شوهرش شناندند. تاش چه عیب داشت که او را نیو و عروسکی تفکشاله او را رئیس کردند؟ کلان ها می دانند چی را به کجا شنانند. از سبزبهار تا پنبچی جلوی تهمت و گمانش را سر می داد مرزیه. وقتای آخر زود نام مدیر انبار را به زبان گرفتنی کمپیر شبهه عروس را بیدار کرد. دین شب به خانه‌شان آمدنی تاش را به یاد آورد. سررشته مناسبت آنی را که کمپیر پیش چشمی دیدن نداشت نمی یافت. رهاره مکتوبی پر از گیله و تهدید سعید به یادش رسید. او را کسی نزد شوهر بدنام کرده است. سخنان حسن ریزا را بدون اختیار به یاد آورد. تاش را هر قدر توانی کار فرما، اما جلوش را سخت کش. آنهایی که یک بار به مرکب منصب خواه خورد باشد خاکلان نشستند، بعد جیرنی مرتبه را طلبگار می شوند. زیبا لجام اسب را به دست خلیفه بابا داده در ادارش را بی حوصله باز کرد. باز یک روز پر از فقر و گریه و ناکامی او و همدیارانش را در پیش بود. زیبا از صوفه دالان بالا شده قاصدانه سلفید. خیریه که صدای پای او را بی خطا می شناخت خوشحال ندا کرد: بیا خاله‌اش، صدقه قدم مبارکت. در این بی وقتی از کجا می آیی؟ میری شبگردی خاله؟ از 100 جای خاله. او را بوسیده و سراسیمه پایهای از سردی کبود گشته‌اش را زیر صندلی جا داده جواب داد او. زیبا دوگانه جمالکی میسه ترمرگ را در این خانه همیشه انتظار بودند. حضور او به این خانواده شادی درد آلوده می بخشید. خواهر دلاور را نشانه همیشه انتظار بود. شبهایی که زیبا با دخترچه‌اش برای شب خوابیدن مهمان می شد برایشان عید بود، خاصه برای دخترچه که از افسانه های غمگین خاله بیمار سیری نداشت. نشانه دسترخوان آورد. مهمان رد کرد. سری خسته‌اش بالین می جوست. می خواست زودتر سرش را به بالین گذاشته بدونی که زندگی را در قالب خواب زندانی کند و برای روزی دیگر که از روزی پیشینه سیر تشویشتر خواهد بود قوت و درمان یابد. نشانه جاگهی میری شبگرد را در کنار صاحب خانه که به آتشدان نزدیکتر بود تخت کرد. زیبا پایهای خون خورده‌اش را به دیوار صندلی چسباند. گرمی حلاوت بخشی وجودش را فرا گرفت. میژه هایش به هم چسبیدند. خاله مرا بر وقت بیدار کن. نیم غرمه گفت او. پنبچی مجلس می روم. چی بیارم؟ خیریه از تگی بالینش لطپیچی را برآورد. نمک، چای، گوگرد، صابون، از همش کمک. چای بیشتر، معرکه بی چای نمی شود. قند چی؟ نوریه به معنی عیان جواب نداد، زیرا نرخ یک کله قند گاهی به نرخ یک بزغاله برابر بود. زیبا لطپیچی نوریه را از دستش گرفته به زیر بالینش گذاشته خوابالود گفت: برای قند و چای پول می آبیم خاله، غم نخور. الها مانند حاتم تای دولتمند شوی. میسه دوگانه خواهرت بود، گفت گریه آلود. از خواهرم عزیزتر بود، گفت زیبا آوازی گریه آلود خود را نشنیده. خیریه زلفان مرغوله دوگانه دخترش را که
هموار نفس میکشید، مهربانانه نوازش میکرد و اشک دوباره رویش را میشست. زیبا در آتش تب میسوخت. تب دارد، خودش بیخبر است. ای خدا، این چه روزی بود که به سر ما آمد. بتگی صندلی زودتر لغشه کش، زردالو جوشان، فرمود دخترش را. نگینه با خوشحالی فرموده های مادرش را اجرا میکرد. از حضور آنی که به دلاورش چون یک سیب دو نیمه مانند بود احساس خوشبختی داشت. زیبا هذیان می گفت. سخنش نافهما بود. در پیشانه کاغذوار سفیدش عرق دمیده رخسارش ارغوانی می تافت. نشانه اسپند دود کرد. پودینه خشک جوشاند. در دست داروی تب، کاسه غولینگاب سری بالین دوگانه می ایستاد و به چشم و ابروان بدیلاور مانند او محزون و دلسوز می نگریست. تیار بود عمری خدمتی او را کرده باری وزنین روزگارش را سبکتر گرداند، زیرا زیبا نیز باری روزگارشان را بر دوش داشت. معرکه دفن میسه پره به دوش او بار شد. زیبا بهیس کاسه را از دست نشانه گرفته اندکی زردالو آب نوشیده خود را به جاگه پرتافت. مادر و دختر به یکدیگر نگریستند. چیکار کنیم؟ پرسید مادر. من سر بالینش میشینم، تو خواب کن. فهمان نشانه که چشمانش را پرده خواب گرفته بود. مادر آه کشیده دستی سالمش را به پیشانه زیبا گذاشت. تبش پست میشد. نشانه برای هیزم به دالان برآمد. در آسمان خاکستر رنگ زمستان از بین ستاره های خیره سوزی بیشمار ستاره آشنای سویش چشمک میزد. از گاهی که دلاور را به جنگ گسیل کرد، به این ستاره در تصورش ستاره دلاور با زبان چشمهای مشتاق راز میگوید. گاهی فال میکشاید. ستاره دلاور همیشه او را معطل است. به نظرش از همه ستاره ها بدتر آسمان را ترک می کند. سلام. جنبیدن لبان دختر. ستاره چشمک زد. دلاور را در خواب دیدم. در قعر جری بود. دستم را دراز کردم. دستم را گرفت و برآمد. خوابم نیک است. به نظرش ستاره درخشی تازه پیدا کرد. خوابم نیک است. دلاور زنده است، می آید. تو را می بینی؟ او تو را می دیده باشد. دلاور را ببینی بگو که یادش کردم. ستاره به نظرش خیره گشت. دختر غمگین شد. بغلش را از هیزم و تپک پر کرده به خانه برگشت. نزد دوگانش نشسته به پیشانش دست برد. تبش فرامده بود. در پهلوی مهمان دراز کشید و همانا به دریای خواب شیرینی بامدادی غرق شد. صبح دم مادر و دختر جاگهی میری شب را خالی یافتند. زیبا به مجلس دیر کرد. در منبر مردی لباس حربی پوش سخنرانی داشت. در زیر نگاهی نسخه‌گیری صدر ریاست کرسی خالی را پیدا کرده نشست. کرسی کهنه همانا فغان برآورده دقت اهل تالا را جلب کرد. اکثر او را می شناختند. رخسار زیبا از شرم سرخ شد. صدر مجلس یاغی خدیر با ملامت سر جنبانده به ناطق ابروگیری چشم دوخت. ناطق گزارشش را با سخنان همه برای غلبه، همه چیز برای جبهه به آخر رساند. صدای کفسنی بلند گشت. رئیس از منبر فرآمد. یاغی خدیر تیروار از جای خیسته و تالا را نیز به اشاره سریپا کرده دو دسته یک دستی ناطق را سخت فشرد. به افتخار مردی بزرگی کارزار دیده رئیسی عزیزی ما و سخنانی خردمندانشان کفزنی با تنتنه کفهای چون سپلی خیرس پهنی فربیهش را به هم زد. او نطق پرمضمون و ضربدار ناطق را با آواز بلند گشته و برگشته تا دمی تعریف و تفسیر کرد که رئیس ناریزا سر جنبانده ابروانش کورگره شد. زیبا رئیس نوی کامجراییه شمس عیسی را بار اول می دید. رئیس یک دسته مردی بود آرام طبیعت، با تمکین، معرفت پیشه، از معاون اولی خود به کلی فرق کننده. از روی گپ مردم محض همین صفتهای نیکی او را
یاغی خدیر این گرگ باران دیده از روز اول به منفیت خود استفاده می برد. تعریف و توصیفش نیز زینهار بی هدف و بی منفیت خواهی نبود. خدیر از ذاتهایی بود که از خود بالا را تا فرصتی زده از پای افتاندنش در سرش جای می داد. در مرتبه از خود پایان را با موزه های همیشه کثیفش پاماله کرده به خاک یکسان می ساخت. الان رئیس نو در بالای سر این مردی حریص و سرخار جای داشت. به رئیس پیشترکی اکنون در مرکز کار می کرد. ستارهشان راست نآمد. رئیس تهجایی بود و کی و چی بودن خدیر را خوب می دانست. نه تنها او را به جای خود توصیه نداد، بلکه مسئله از کار رفتنش را گذاشته رفت. اما او را از جای بی جای کردن کاری آسان نبود. رئیس نو حرب دیده بود و زندگی نادیده. در کاری راهبری نیز هنوز ملکه نداشت. از این رو با نایبش در هر کار مصلحت کردن را روا می دید. پس از شنیدن معروضه مذاکره آغاز شد. ناطقان موافق رویخط پیشکی پی هم به منبر می برآمدند. از اجرای عهده‌داری‌های خود سخن رانده، بعضی‌ها موافق مصلحت پیشکی مبالغه کنان وعده‌های اجرا نشونده می‌دادند. در چنین حالت چهره یاغی خدیر می‌شکوفت. مجلس طبع دلش دوام می‌کرد. او هنر و آبرو و اعتبارش را نزد رئیس جوان که همسن سال پسری در جنگ هلاک گردیده‌اش بود نمایش دادن می‌خواست. صدر مجلس سخن را به رئیس جماعت اتفاق داده خود با رئیس در گفتگو شد. این به اعتباری نایب رئیس به حاضران که سخن زنک را با دقت گوش می کردند نفارید. خدیر نه تنها خود گوش نمی کرد، بلکه رئیس کامجرائیه را نیز به گپ می کشید. ناطق زنی میانه سالی چوتوری بود که از جنس لطیف بودنش دو کاکول باریکی ماش و بریندش گواهی می دادند. او از دور از وضع فرانسر کرده خیلی دیر به جماعت خود برگشت. به اعتباری منبرنشینان به اهل تالار نیز اثر کرد که بین خود گفتگو آغاز کردن ناطق را از یاد برآوردند. دل زیبا به حال زن سوخت. رئیس از حسابات جماعت خود که بعد کمون در ناحیه کلانترین بود گپ سر کرد. یعنی که از جماعت آنها فلان قدر عسکر به جنگ رفت، فلان قدر توفه فرستادند، فلان قدر عائله قربان و شهید دارد و از نبودن مردان در خواجگی شکایت آغاز کرده اشکی زنان را شش قطار ساخت. رئیس نو از مجرا بیرون رفتن موج جلسه را احساس کرده رو به منبر گرداند. دیگر به گوشکی های اسرارآمیز نایبش گوش نمی داد. نایب از بی‌اعتباری رئیس رنجید که زورش به بقای بیچاره رسید. سخن او را دغلانه برید. گپ زن، گپی خالی کمتر شود. این عملی نایب برای سخت خوش نآمد. او ابرو چین کرده به دفترچه‌اش چیزی را یادداشت کرد. مرحمت گپ زنید. به ناطق آزرده مراجعت کرد شمس عیسی. در آخر سخنش رئیس جماعت برای خواجگی خراب گشتنش از کامجرائیه یاری عملی خواست. خدیر نمایشکارانه با قلم به چاینکی خالی که چایش را خودش تنها نوشیده بود چند بار سخت کوفته دقت حاضران را نه به ناطق بلکه به خودش جلب کرد. رفیق بقایی، اکنون به پرتیه به خلق بگو که چرا گاوهای خواجگی تو دایم قصیرند؟ بعضی بلند خندیدند، دیگران خندهشان را در مشت سلفیدند. رئیس ناهنجار نگاهش را به تالار دوخته سلفید. نایب رئیس به هجوم گذشت. تا کی به چشم خلق خاک می پاشید؟ بقایی، تا کی وعده بازی می کنید؟ ما زبان خواهید زنک، ما کی خاک پاشیدیم؟ خاک نه، خاکستر می پاشید. شورید خدیر. رفیق شمس آدمی نوست، اما مرا فریب دادن نمی توانید. من بابا و بی شمایان را می دانم. بس بهانه، نباید گاوها قصیر باشند. زمانه نمی بردارد، ممکن نیست. میفهمی؟ میفهمم، جواب داد زنک که از منبر از تیرباران چشمها زودتر گریختن میخواست. یاغی خدیر از تأثیر درس سیاسیش قناعتمند به زیبا به معنی اکنون نوبت تو نگریست. نه، 1000 بار نه. نباید گاوها قصیر باشند. این خطای سیاسی است. چی گفتی رفیق نعیمی؟ زیبا گوشه رویمال داکگیش را گزیده
نگاهش را گریزاند. نایب رئیس تا به سر منبر خواندنش حکمش را با نگاه برآوردن می‌خواست. ناخواست زیبا را خنده گرفت، خنده علم و ناتوانی، بلکه خنده آبروبری شیطانی. لب گزید، انگشت فشرد، سلفید، گلو افشاند. بیهوده. خروش خنده شیطانیش را پس کردن نتوانست. از چشمانش بدون اختیار اشک جاری شد. ناعیان با گوشه رومال داکگیش اشکش را پاک کرد. چشمان خندان اشکبارش به نگاه خدیر که یک زنکی کار کوفته را مغلوب کرده خرسند بود برخورد. بلبل خدیر یک باره به خانیش در آمد. پارتی وطن از ما و شما محصولات طلب می کند. از فرانک دور باشیم هم عسکریم، عسکری فدایی پارتی و رفیق استالین. حاضران برابر شنیدن نام استالین برابر از جای خیسته سخت کفزنی کردند و همچنان فوری نشستند. خدیر شیرک شد. کسی که از طلبات دور و زمان سرکشی می کند دوستی دشمن است و دشمنی ما. تو خودت چند سر داری؟ من بعد پیش از جواب دادن خوب فکر کن رفیق بقایی. زنک با سری خم سؤال خدیر را بی جواب گذاشت. و بی سری های افسران سال 37 را با سری صاحب سران در خون و پوست یاد داشت. دلی زیبا به حال وفایی که با علی تالار و رئیس بی شفقت تنها مانده بود سوخت. در حمایه وفایی از جای برخاست، اما همانا پایهایش سوس شد و بی حال به جایش نشست. بدنش را عرق سردی تبدار فرا گرفت. آنی که شبی دراز در آتش تب می سوخت و سوپ نان ریزه را به دهان نگرفته بود درونکی گریان شد. او نگاهی مزاحدار خدیر را سویش دیده خود را جمع و جور کرده قامتش را در جای نشستهش یازاند. رئیس مجلس از او چشم نمی کند. زیبا سوزن این نگاه بیشرم و اوریان را بارها در چهره خود و دیگران احساس کرده بود. شین در جایت. امر کرد به زنکی در منبر مستر. شوهرتان دور دیده از خود رفتید. ناحیه خانه‌تان نیست. ما را فریب ندید. پشیمان میشوید، پشیمان. ما آخر چیزی گفتنی شد بقایی با نیم آوا. خندید خدیر. شما آخر، اما ما حالی از دنیا امید داریم. کو ببینیم رئیسی کامون چی خوش خبر آورده است. یک باره به کنج تالار به جایی که زیبا غنچه شده می نشست مراجعت کرد نایب رئیس. رئیسی نو که هنوز نه همه راهبران خواجگی را می شناخت به موسفید آردیندار قطار اول نگریست. مرحمت به منبر. امر کرد صدر مجلس. آنی که از دم به تالار وارد شدن زیری تیری نگاه قرار داشت در دل از روح و ارواح مددخواه تنبلانه از جای خیست. انجام گفتار چهارمی رمن زنان سبز بهار گل رخسار. در آماده نمودن گفتار اینها سهم گذاشتند: شهاب الدین حق نظر، محمد جان شادی، طالب محمود.